زرافه با سرعت 56 کیلومتر در ساعت در حال نرمغان است. شیرهای ماداگاسکار از هر طرف زرافه را محاصره کرده. لگدهای زرافه بسیار وحشتناک است. برای حیوانات گیاهخوار ماداگاسکار جای بسیار خطرناک است. شیرها به دنبال فرصت مناسبی هستند که به زرافه حمله کنند. ما مستندسازان هر روز در آفریقا شاهد چنین صحنه‌های زیبایی هستیم. زرافه ها به خاطر پاهای بلندشان هر بازشان صاب از شعر است.